گفته‌های رئیس جمهور فرانسه درباره زنان افغانستان. رئیس جمهور فرانسه گفته است که زنان و دختران افغان روزانه بهای تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از افغانستان را می‌پردازند. رئیس جمهور فرانسه اما تاکید کرده است که مردم افغانستان قوی‌اند و زنان و دختران این کشور باید به آینده امیدوار باشند. وی گفت آنچه در توان داشتیم انجام دادیم تا بعد از این تصمیم خروج آمریکا و پیامدهای آن در افغانستان پناهجویان را بپذیریم و از مردم افغانستان حفاظت کنیم. کشورهای غربی همواره از وضع محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان از سوی امارات اسلامی انتقاد کرده‌اند. امارات اسلامی اما گفته است که این موضوع داخلی افغانستان می باشد و کشورها نباید در آن مداخله کنند. شما چی نظر دارید؟ این موضوع داخلی افغانستان می باشد و دیگر کشورها حق مداخله ندارند یا دارند؟ آیا شما مخالف